سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند و سری حال باشید. امروز ما با بچه ها همه مثل که هر ساله به جاهای مختلف ایران و سیاحت و چکر میریم. امسال آمدیم استان گلستان گرگان یا ایران واقعا یکی از سرسبزترین موقعیت شمال ایران است. واقعا یک فضای کاملا عالی و یک طبیعت کاملا عالی داره. اینجا بیای آدم به قول خارجی ها ریفرش میشه، یعنی تازه میشه. واقعا خیلی یک آب و هوای قشنگ و عالی داره. منظره رو نگاه کنین، شما طبیعت رو نگاه کنین، آب و هوای اینجا رو نگاه کنین. ای کاش بودین که آب و هوای اینجا استشمام میکردین، میفهمیدین که واقعا چه یک آب و هوای عالی داره. خیلی برای ما خوش گذشت. بچه ها از تهران و شیراز و اصفهان بچه ها آمدیم با هم از اینجا رو برای سیاحت اینجا رو انتخاب کردیم. البته دیگه دوستای ما پایین حضور دارد. ما جناب حفیظ صاحب آمدیم بالا. حفیظ صاحب دیگه آماده یک دیکلم شعر بهاری است که تقدیم شما عزیزان میکند. ارادت خدمت دوستای عزیز که ما را میبینند و تماشا میکنند. امیدوار هستم که سالتان به خوشی آغاز شده و به خوشی به پایان برسد. یک قطعه شعری از خواجوی کرمانی برتان به دکلمه میگیرم، انشالله که مورد پسندتان قرار بگیره. این بوی بهار است که از صحن چمن خواست، یا نکهت مشک است که از آهوی ختن خواست. انفاسی بیاید به مشامم، یا بوی اوس است که از سوی قرن خواست. این سرو کدام است که در باغ روان شد، و این مرغ چه نام است که از طرف چمن خواست. بشنو سخن راست که امروز در آفاق، هر فتنه که هست از قد آن سیم بدن خواست. سودای دل سوخته لاله سیراب، در فصل بهار از دم مشکین سمن خواست. تا چین سر زلف بتان شد وطن دل، عزم سفرش از گذر حب وطن خواست. خیلی ممنون از توجهتان. تشکر جناب حفیظ صاحب، واقعا عالی سرودی.